ترکیش ظرفی گازی مایع در آشخانه حیات 23 نفر را در خطر گذاشت. حالا وضع سلامتی 3 نفر از آنها وزنین ارزیابی کرده می شود. حادثه ترکیش ظرفی مایع 4 روز پیش از این سنه 25 ینور در شهر پنجکنت رخ داده است. بر اثر ترکیش یک بالون گازی مایع در آشخانه سمرقند واقع در خیابان رودکی 157 شهر پنجکنت 23 نفر کارمندان جراحت برداشتند که 15 نفری آنها زن و 8 نفر مردان می باشند. کارمندان زخم برداشته آشخانه مذکور با جراحت‌های گوناگون به بیمارخانه مرکزی شهر پنجکنت بستری شدند. تخمینا ساعت 12 در خیابان رودکی حادثه ناخوشی ترکیش ظرف گازی مایع به عمل آمد. در نتیجه ترکیش ظرف گازی مایع داخل آشخانه قسمت سوخته ضرر دیده است. طبق معلومات پیشکی مقامات داخلدار 23 نفر زخمی شده با جراحت‌های گوناگون سوختن بدن به بیمارخانه مرکزی شهر بستری گردیدند. از جراحت برداشتگان حالی 3 نفر زنانی از 21 تا 42 ساله و 2 مرد که هر دو 27 سالند وزنین گفته می شود. در شعبه احیای بیمارخانه شهر پنجکنت باشد 3 نفر زنی 39 سالش 37 و 72 ساله بستری شدند که طبیبان حالی آنها را نیز وزنین ارزیابی می کنند. وضع سلامتی 9 زن و 5 مردی دیگر باشد وزنینی میانه گفته می شود. از بین همه جراحت برداشتگان تنها یک جوانی 21 ساله بعد معاینه طبی جواب داده شده است. باقی مانده بیماران حالا هم تحت نظارت دکتران قرار دارند. سبب ترکیش نکن بر اساس سنجش پروکوروری معلوم میشد. گروه کاری تاسیس دادگی از جانب نمایندگان کارمندان پروکوراطور شهر شعبه کار داخلی اداره سوخت‌ها مشکلی معین کرده میشد. گروه کاری کارکراس آشخانه مذکور به صاحبکار یارقین تیلایف استقامت کننده جماعت امانداری دهه میکته تعلق دارد. سبب ترکش این استفاده ظرف گازی مایع کهنه شده گفته می شود. طبق اطلاع خدمات دولتی آتش نشانی ولایت سوخت در نتیجه ترکش ساختار به عمل آمده داخل آشخانه به مسافه 12 متری مربع مصالح ساختمانی زود درگیرنده و تجهیزات برقی خوراکپزی قسمت ساخته ضرر دیده است. عاید حادثه مذکور برای آغاز نمودنی پرونده جنایتی گروه فوری تفتیشاتی از جانب کارمندان پروکوراطور شهر شعبه وزارت کارهای داخلی و خدمات دولتی آتش نشانی در شهر پنجکنت تأسیس داده شده است. تفتیشات حالا هم ادامه دارد. گزارش فرزانه شمسی و اعظم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.